این کانال کارش متوقف شده و امارات اسلامی افغانستان این کانال آبش پس به مردم ازبکستان فروختن. چقدر در آرزوی آمدن این آب است که آب از منطقه و محلتان تیر شود؟ زیاد آرزو داریم. ما مردم هیچ آب نداریم، خشکیالی اصلا هیچ آب نداریم و آب خوردن نداریم. این تو میبرنه است که یعنی کاکای دیگه ما معامل از که میبینیم تنباناشان تره. کاکا خوب هستی؟ جان جور است. الحمدلله. چطور بود آب چطور بود؟ آب بخیر مصابی خوب است. بخیر. خوب کیف کردی؟ بخیر. از کجا آمدی؟ از دولت آباد فاریاب. به نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت تمامی عزیزای دل. خدا کنه که جور و صحت و سلامت باشین. دوستای عزیز، ما امروز در بزرگترین برنامه که واقعا که یک برنامه مفید و برنامه هست که برای تمام افغانستان یک پروژه بزرگه به خاطر حیات کشور است. ما در کانال قوشتیپه که امروز 4 شنبه است و 5 میزان، خدا کنه که شما تا اخیر برنامه را بیننده باشین. قسمی که میبینین ما در پل کانال قرار دارم. اینجا پل هست که راه های ترانزیتی را با هم وصل ساخته و از این پل برای موترهای ترانزیتی عبور مرور میکنند از این طرف حیرتان و از این طرف هم طرف مزار شریف. دوستای عزیز، آمدیم در اینجا خواستم که راجع به کانال ببینیم که چقدر کار از پیش رفته و چقدر کار از باقی مانده. قرار است که تا 7 روز دیگر این جاده برای تمام عابرین که از مزار طرف حیرتان و از حیرتان طرف مزار شریف رفت آمد میکنن باز شوه. دیگه جای خیلی خوشبختی هست که ما در این برنامه خواستیم کاملا یک برنامه خوب و عالی را برای شما عزیزا آماده بسازیم. دوستان عزیز، اینی پولی است که بسیار با استاندارد عالی بین المللی ساخته شده که این پل توانایی موترهای بلند توناژ نیز با خود داره. حالا میخوایم بریم طرف بقیه آبی که از طرف کانال رها شده و آمد امی طرف و امی تو طرف دولت آباد و قوشتیپه میره. دیگه گفتیم باش که بریم و قسمی که شما میبینین دوستان عزیز اینجا کار جریان داره و این کمپانی هنوز کارشانه ادامه داده رئیس و حالا میخوایم بریم با مسئول امی پروژه صحبت ها داشته باشیم. با ما باشین. دیگه اینی آب که میبینین شما دوستان عزیز، این آب از نقطه صفری که از مرز تاجیکستان آمده آیسته آیسته فعلا ما در پل حیرتان، پل که بین دو جاده در بین دو جاده هست. دوستای عزیز، قسمی که گفتم
این پل را که میبینین راه ترانزیتی هست که از اینجا عبور برور مردم و کسایی که طرف حیرتان میرن و از کسایی که از حیرتان طرف بلخ میرن و این پل به خاطر از او جور شده و همچنان بسیار یک پل مستحکمی که میتونه موترهای بلند توناژ نیز از اینجا عبور مرور بکنه. و شما در عقب تصویر میبینید اونجا یک پل دیگه هم هست و این پل به خاطر خط ریل جور شده، یعنی که بسیار کارشان با استاندارد فوق‌العاده پیش میره و با گفته انجینرها گفتن قرار است که بخیر تا 7 روز دیگر این راه برای تمام عابرین باز شود. حالا میخوایم که بریم با مسئول یا انجینیر همین بخش صحبت بکنیم، بیشتر راجع به همین پل، راجع به کانال برای ما توضیحات بدن. جناب انجینر صاحب سلام. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ نامتون؟ نام من انجینر نصرت الله امیری و مسئول استراکچر یا ساختمان پل‌های خط آهن و حیرتان مزار شریف. بسیار عالی انجینر صاحب، بسیار خوشحال هستیم که شما را اینجا میبینیم و چطور است کار و بار، چه قسم کار کانال پیش میره. تشکر، زنده باشین. کانال خوب اینا شما میبینین که انشالله جای خوشبختی است. کانال رو به تکمیل شدن است، این فاز اولش و دور تسلیمی جریان داره و انشالله پولم 99% پیش رفته داریم. انجینر صاحب تو گپ زده لب کانال میریم ببینیم که چی میگم تصویرمون مقبول تر بیاید و دوستان ببینن که از امو افتخاراتی که شما نصیب ما مردم افغانستان ساختین دیدن بکنن. تشکر، زنده باشی. اینجا تا شده میتونیم لب دریا بریم؟ خب بین عزیزای دل، اینی جایی هست که خاک تخت کردن تا ای که آب سرریزه نکنه انجینر صاحب. بله و چه رقم شما مثلا رو همی آب همین قسم پلکا یا همین قسم خاکا را تخت کردین؟ چند دانه ازی هست که بعضی اوقات آبخیزی ها داریم این آب سرریز نکنه طرف مثلا منطقه چهار اطرافش خراب نکنه؟ بله اینی خب مسئله دیزاین است، اینی کلش دیزاین شده تیار. همین فریبورد کانال هم در نظر گرفته شده و این خب به نظر به استانداردهای انجینری مناسب شده دیزاین شده. هم فریبورد داره، هم ارتفاع آب در کانال معلوم است. اون همه چیزا کلش در نظر گرفته شده و همین تو دیزاین شده و مطابق دیزاین تطبیق شده. بسیار عالی. انجینر صاحب میشه راجع به همین آب بگوین که این آب از کجا سرچشمه گرفته، این آب از کجا آمده و تا کجا ادامه داره؟ این آب خب آبهای تحت الارضی است یا به حساب وطنی هم آب چشمه است که در برآمده و اینمی چشمه ها از کیلومتر 42 الا 0 از 0 الا 42 کیلومتری وجود داره. این آب سربند نیست که ما سربند علاقه. فعلا همین چقدر آب است مثلا از روی متر بگیم؟ همین قسمت تقریبا 2 متر و 60 سانتی نمیشه است. آب است؟ بله. خب بالاتر یک بند دیگه است که ما او را اعلان نکردیم. در او بند دیگه اگه اعلان کنیم در او 5-6 متر است. اگه او را اعلان کنیم شما میبینید که پول ما یک چند روز بعد بخیر 5-6 روز باز به بهره برداری سپرده میشه و اونمو بندکی که پایین است اونمو را میورداریم و آب طرف دولت آباد بخیر اعلام میکنیم. خب عزیزایی که شما دهاقینی که شما همین لحظه منتظری آب بودین، انشالله که آب بسیار به زودی طرف شما میآید و خداوند شما را هم توفیق بده که بتانین از این آب استفاده خوبتر بکنین. انجینر صاحب میشه راجع به همین کیفیت دو پل برای ما بگوین که این پلا چه قسم با کدام کیفیت و کدام استاندارد ساخته شده؟ این پلا اینجا بین انجینر صاحب بستر بین که چی میگه ما شما آدم ترازان برابر نیستیم. همین پلا بر استانداردهای جهانی کار شده و کیفیتی که دینمی پلا کار شده به مستندردهای بین المللی است و از دوره جمهوریت کده کیفیتش بالاتر است چون این شفافیت است و مردم به اخلاص کار میکنه و باور کو که ما کنکرت CMPA و 40 MPA دمی داشتیم وقتی که ما تست میکردیم تقریبا 7 روزش کامیاب میشد. خب دوران جمهوریت گفتن، در دوران جمهوریت چی مشکلات بود؟ در دوران جمهوریت مشکلاتی بود که زورواکا بود، شرکت ها زورمندا بودن و
از زور خود استفاده میکردن، مواد به کیفیت چی میکردن استفاده میکردن. در کدام منطقه اینا کاراشون ختم کردن؟ در کدام قسمت همین کانال همه کمپانی‌ها که کارهای به کیفیت و ازورمندا بود کاراشون ختم کردن؟ نه در این کانال خود دی وقت جمهوریت شروع نشد، دی در وقت امارات اسلامی شروع شده. اما در کار شومشون موفق نشدن. بله امی کانال که وقتی که شروع شده می هر کار رزه با کیفیت مطابق استانداردها و نرم‌های انجینری کار می شود و هیچ نوع تقلب کسی کردن نمیتونه. بسیار عالی. بیاین کمی پایین‌تر بریم. انشالله که خود طرف چی میگه لر نمیکنه طرف آب. دوستان عزیز این ما در جایی هستیم که آب است و آب هم خب میدونین که منبع حیات و از این آب ما میتونیم بسیار استفاده خوب بکنیم در قسمت کشت و کار ما، در قسمت زراعت ما و در معلوم دار که ما و شما هم در کشور زراعتی هستیم. از اون لحاظ میتونیم که بسیار استفاده خوبی را ما بکنیم. انجینر صاحب چقدر کسا میاین روزانه به دیدن از این کانال یا آب؟ والا اینمی دیروز که ما و ایلا کردیم بیخی ایتو شدیم که حتی کار ما توقف کرد. از طرف شام ما خود شب و روز کار میکنیم. همون پلان شب کاری ما بیخی کنسل شد برای فردا. یک مردم بالای پلا و نمی مناطق که ما کم کار که مانده استاد بود که حتی ماشینای ما حرکت نمیتونست. و تا اینمی حال کس که خبر شده بیخی به دیدن از یامی دو پل سر پل که مردم استاد بود باور کو که بیخی جای نبود. و چه رقم است رویشون با شما؟ چه قسم است؟ چی میگن برتون؟ مردم یک خوشبین و یک خوش است که ما را میبینه با می کلاه انجینری و واسکت انجینری که اینجا ما کار میکنیم. حتی از موترها صدا میکنه که تبریکتان باشه، خداوند شما را اجر بده، شما قهرمانای از این وطن هستین. واقعا اینمی دلچسبی و محبت مردم ما را دیگه وادار میسازه که به وطن خود دیگه شب و روز کار کنیم. چرا که یگانه هدف ما شما آبادی وطن و خوشی مردم افغانستان و ملت افغانستان است. تشکر جناب انجینر صاحب. بودجه از چقدر است و چقدر مثلا مصرف شده در اینجا؟ میشه راجع به بودجهش بگید؟ ما خودم نمی مسئول همین پولا استراکچر پولا هستیم و دیگه به حساب بودجه و مصرف از این مسئله کلاناست دیگه نمیفهمم. ما مسئول کارش هستیم. والا خب مسئول کارش هستین. شما هم گفته چه که انجینر صاحب شما هم کسایی هستین که در قسمت ساخت و ساز اینجا مهمترین رول شما دارین و دقیقاً که باید بودجهش براتون معلوم باشه به هر حالش. و بین خیلی ما شما تو پس آیسته آیسته قدم میزنیم میریم این طرف. راجع به پل که ریل اینجا تیر میشه صحبت بکنین که چه رقم است، کیفیت ازی چه رقم است، آیا کسایی که از ازبکستان آمدن نامدن چک کردن؟ بله می موقعیتی که ما شما اینجا هستیم این همون تو گبزه بریم پل خط آهن است که خط ریل میاد از ازبکستان به مزار شریف میاد. کیفیت از این بالاترین کیفیت داره از استانداردهای بین المللی کار گرفته شده. بسیار با کیفیت بالا کار شده. دیگر طول از این کس 126.7 متر است. ارتفاعشان هم از بید کانال تا چی تا زیر اسلاب تقریبا 785 یعنی 8 متر است. عرض از این پول 6 متر و 20 سانتی است و طولشان خود گفتم که
26.7. تنها همین پول به نظر شما از محاسبه که شما کردین با انجینرها و کسایی که کردن چقدر از اینه بوده؟ والا تا تو دقیق حساب نکردیم چون که دایی در پاینال باز ما حساب میکنیم که چقدر مصرف شده تا چی نکردیم بسیار از اینه برداشتن تقریبا 4.5 هزار متر مکعب کنکریت شده. بله 4.5 هزار متر مکعب کنکریت شده و 5,000 6,000 متر استیل پیچینگ برای تحکیمات لاینینگ مصرف شده. مصطفی جان اون طرف بریم به خاطر صدا بیاین و همچنان تقریبا 600 تن سیخ خورد 600 تن سیخ مصرف کرده. بسیار مصارف دیگر لیبر و کارگر و مصارف غیر مستقیم هم زیاد شده. محاسبه نکردیم مصرفش انشالله مصرف قدر زیاد نکردیم که کوالیتی را بسیار بالا کار شده انشالله. اینجا قراری بندی میشه چرا خب؟ این جای که هست این جویچه ها را که شما میبینین این جویچه و این جویچه این به نام یوتیلیتی داکت است دیگه که بالای برق اگر تیر میشه زگنال لاین های زگنال است زگنال های ترافیکی خطریل اگر اشاره سرخ شما میبینین در این مسیر برای چیز نصب میشه کدام دیگه در پلان های دیگه آینده اگر کدام لاین برق و تلفن و پایبر و افغان تلکام و افغان بیسیم اگر از این مسیر تیر میشه چون نال اینجا کانال است و میتون از این یوتیلیتی داکت های دو طرف استفاده کنید. دوستان عزیز ما قبلا شنیده بودیم که این کانال کارش متوقف شده و امارات اسلامی افغانستان این کانال آبش پس به مردم ازبکستان فروختن و مردم افغانستان دیگه دریچه خوشبختی بروشون بسته می شد. از اون لحاظ ما آمدیم در این پل ما با انجینرها صحبت کردیم و خوشبختانه که کار دشمن بود کار کسایی بود که میخواستن تخریب بکنن هیچگاه تا ما و شما در خوشبختی نرسیم. انجینر صاحب شما چی در این مورد گفتنی دارین؟ آیا این واقعیت داره؟ نه خیر برادر ما خود گفتم همیار برادر که ما میگه که ما میگیم که ما بدبختانه بگیم که نه همسایه خوب داریم و نه ملت صحیح داریم چون همسایه ما هیچ وقت متحد به این نیست و هر همسایه منافع خود در نظر میگیره اما مردم ما بعضیشان بدبختانه منافع ملی را قربانی منافع شخصی و حزبی و تنظیمی میکنه. این پروژه ملی است این مربوط نه حزب است نه جمهوریت است نه امارت است نه دیگه است. هر کس که پاچای ما بود پاچا بود ما خادم همون کس هستیم که برای ملت ما کار بکنه مردم ما آسوده شوند. از تمام مردم افغانستان یک خواهش دارم که برادرها به لحاظ پروردگار منافع ملی را هیچ وقت تخریب نکنید بانند که من مردم آسوده شوند قدر زجر و رنج که طول 50 سال جنگ قبلی ما دیدیم دیگه زمینه مساعد نکنین که دیگه جنگ شود دیگه این پروژه مثل همی پروژه پشتفن که تمام افغانستان با ای آباد می شوم لطفاً همی را تخریب نکنیم و هیچ وقت به خاطر خداوند ما شما میریم طرف خداوند میموریم چطور شما همی عقیده دارین همی عقیده مردم رو من نمیفهم که چی رقم مردم هست آیا خود اعتبار به ای داره که روز محشر حق است آیا خجالت نمیشه از خدای خود نمیترسه که در بین مردم افغانستان بی اتفاقی میندازه و همچون پروژه ملی برای تمام خلق خداوند نمیجا جور میشم او را با دروغ و افواهات خود میخواه که تخریب بکنه انجینر صاحب خود چی جواب میدین؟ انجینر صاحب ایره برای ما بگوین که با چقدر علاقمندی در این کانال کار میکنید؟ باور کو که این نمیجا اگر شاید ما بگویم شما فکر کنین که دروغ است من خودم یگان وقت میگم که شاید می چیزی که من میگم شاید یک دروغ باشه در 73 سال 3 شب و روز مش 5 ساعت 6 ساعت خواب میکردم هیچ شب ما نمیه که از 16 ساعت 17 ساعت نمی تو زیادتر کار میکنیم و بعد از اون 3 ساعت 4 ساعت ما خواب میکنیم حتی
امی کالای ما این جان ما را ببینی ریش برت من 23 روز نمیاله که ما از شهر مزار آمدیم یک قدم راست ما مزار نرفتیم و شب و این تو نه که ما احساس خستگی بکنم با یک شب قلقه میایم امی یگان وقت امی کار پیشرفت نمیکنه دلم تنگ میشه که چرا این امی کار عاجل خلاص نمیشه و نمو زحمت های خودم و تمام تیم و همکارانم بود که امروز نمیشه که مردم ما شما میه ملت ما شما میه نمیشه یک منظره میکنه نمیره میبینه باور کن که برای ما نمی کالای خود جای نمیشه احساس خوشی میکنم که چه وطندارای ما اقلا یک روزای خوشی را دیگه ببینه دیگه از این جنگ و بدبختی و از یا نجات پیدا کنیم. راست میگی انجینر صاحب بسیار زیاد تشکر از شما. دیگه میریم خط ریل هم یک دفعه نشان میتیم برای دوستا که خط ریل جایی که فعلا کات شده تا که پل از اینجا ساخته شده و اثر پل عبور بکنه ریل ما، چون ریل که است یگانه آرزوی افغانستان هم است. به خاطر چی؟ این ریل برای ما و شما یگانه راه را باز میکنه که با کشورهای همسایه ما و شما روابط خوبتر داشته باشیم. از نگاه واردات و صادرات اموال تجارتی ما و شما که از اینجا رفت آمد میکنه و روز برسه که ما از این ریل بتونیم در قسمت رفت آمد مسافرین خود نیز استفاده بکنیم. عزیزای دل اونجا فقط خط ریل است، یک بار خط ریل هم میبینیم و راجع خط ریل اون حرکت کرده تا اینجا میاد. خب اون مصطفی جان خط ریل هم چی خود ریل آمده رئیس از کشور ازبکستان چک میکنه میبینه. یک بار ما و شما هم میریم دیگه. اگر ما و شما خود قربانی ای خاک میکنیم و راه خوشبختی برای همه ما و شما باز است و هر حوادث خوبی را رخ میده ما و شما باید از او استفاده خوب بکنیم. ما به خاطر ثبت برنامه و راجع به ریل صحبت میکردیم، ریل هم آمده رایسته. این بسیار خوب است نه؟ هر روز میای امیال ترمیمات خود داره تا نمی قسمت میای فقط همی قسمت 180 مترش ما قطع کردیم که اونجا تیار و نستا کردیم. انشالله فقط نمی کمک کار یک روز دو روز دیگه مانده سر شنبه انشالله نصب اینستالیشن سلیپرا و آی بی مایی که خطریل بالای حرکت میکنه نصبش. عزیزای دل شما میبینید در بک‌گراند اگر معلوم شود ریل آمده را در حال آمدن است دیگه و اینجا هم ایلا به پل است. ما این طرف پل تیر شدیم و اینی هم خط ریل است که اگر بریم اگر نزدیک نشان بتیم بین انجینر صاحب بریم خط ریل هم در دوستان نشان بتیم. به خاطر از که سلام ماما خوب است جان جور است خسته نباشی. چی میکنی اینجا کاکا؟ چکرکی سیلانی آمدیم که ببینیم چرا که کاینال از جور است. خب چطور است کارا را که میبینی چقدر چی میشی؟ مثلا خوش میشی؟ خوش میشیم کارا را دیدیم خوب کارای شب خوب کار است خوب شروع است خوب نقاینال است خوب نار است خوب آواز به خوب. وظیفه چی است؟ وظیفه مالداری است کوچه مردم. اینا دوستا از مالدارا و دهقانا خو یگانه آرزویشان همی است. خوشم که خوش بشم نو برا و ما آبادی شد جور شد. جور سلامت باشه کاکا ان شاء الله که در امید باش بخیر او میره. خدا بخیر برات سلامت باشه. بیاین عزیزای دل دیگه این هم خط ریل است. فعلا در این قسمت کار جریان داره دیگه. اینی هم انجینر صاحب این کارای خط ریل هم فقط تا این قسمت که آمده این تو تا کجا ادامه داره؟ یعنی خط ریل خو از کشور ازبکستان تا گوریمار مزار شریف است. بله فقط با اینی که به خاطر احداث پل 180 متر توته از این قطع کردیم. بخیر امیال پل آماده است که پرکاری پوره شوه تا صبح انشالله پوره میشه. باز نمی مواد جغل از به نام بلاس میگه و سلیپرای از این چیزای تکای کانکریتی تیار اونجا تیار بسته شدگی است. پوره میاریم و یک دیگه ولدینگ اساس میکنیم که پس یک خط ریل اون آماده چک میکنه انشالله تا هفته آینده انشالله شاید از این باشیم که خط ریل بالای از این انشالله ما چی که کل مردم افغانستان منتظر همی است که بخیر همی خط ریل به
دوست عزیز دو بزرگوار ما اینجا داریم میخواین مصاحبه بکنن بین ببینیم. سلام کاکا خوب هستی؟ جانتون جور است بخیر هستی؟ از کجا آمدی؟ از دولت آباد آمدیم. چی میکنی اینجا؟ اینجا به منظره آمدیم می کانال چیز میبینیم. خب او هنوز دولت آباد نرسیده؟ نه دولت آباد میمانه است. خب اینجا تا نرسیده است. این شما تا ندیده است. وظیفه چی است؟ وظیفه مالداری است کدام مشکل نیست. دا چقدر در آرزوی آمدن آب هستی که آب از منطقه و محلتان تیر شود؟ زیاد آرزو داریم. ما مردم هیچ آب نداریم. خشکیالی است اصلا هیچ آب نداریم. آب خوردن نداریم. ایتون نیپر است که زمینه. انشالله که این آب رسید هم برای خوردن میشه و هم با آبادی کشور ما و شما میشه. امید خدا به امید خدا. دیگه شما همین لحظه شما را مردم از طریق شبکه افا میبینن، چی گفتنی دارین برشان؟ به کی؟ برای کسایی که شما را همین صد میبینن. خوشحال هستیم از منطقه و از همین چیز راضی هستیم ان شاء الله به امید خدا ان شاء الله. ولی اینجا بازی کردی خدا؟ او بازی کردیم ها. چطور بود آبش؟ آبش خیلی زیاد بود. پای نکردیم. پای نمیشد. اصلا هیچ دستار بالا کردیم هیچ پای اخیر نمیرسید. باز هم هستی کاکا؟ خوب هستیم بد نیستیم. نه دیگه ما یاد نداریم. یعنی کاکای دیگه ما همین لحظه که میبینیم تو واناشان تر. کاکا خوب هستی؟ جان جور است. الحمدلله. چطور بود او چطور بود؟ او بخیر مصطفی خوب است. بخیر. خوب کیف کردی؟ بخیر. از کجا آمدی؟ از دولت آباد فاریاب. از دولت آباد فاریاب. به خاطر سیل و دیدن کانال ها؟ بله. کسایی که همین کانال سرش زیاد زحمت میکشن میخواین زودتر درهای خانه ما و شما برسانه، چی گفتنی داری؟ بسیار خوش میشیم به خداوند اخرت و آخرت کامیاب و سرفراز داشته باشه. بخیر باشی کاکا. بخیر باشی. دوستان عزیز این بود برنامه این هفته ما که ما آمدیم از کانال قوشتیپه، یگانه کانالی که باعث خوشبختی افغانستان و آرزوی تمام افغان ها هست. صبر کنم و به شما دوستا نشان بدم. دیگه سپاسگزار هستم از تمامی شما لطفا چینل ما را سابسکرایب کنین، لایک کنین و اگر کدام نظر دارین، پیشنهاد دارین در کامنت بنویسین. انشالله که ما به خاطر بهبود برنامه خود اجرات خواهد کردیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار دوستان عزیز.